بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولین نهایت عزیز، هموطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم برادر کوچک شما فرشاد عثمانی در خدمت شماست. امیدوار هستم که همتان جور و صحت و سلامت باشین. بعد از مدت‌های طولانی باز در خدمت شما هستیم. البته یک وقفه خیلی طولانی بود که نتونستیم در چینل خود ویدیو اپلود بکنیم، بنابر مشکلات و زندگی و مصروفیت‌ها و یا نتونستیم پیش ببریم، ولی با یک هدف نو، با یک پلان نو، با یک اراده نو، البته محکم‌تر از گذشته باز برگشتیم به سلسله ویدیوهای در بخش سرور خود که ما می پکیج خود مکمل تمام بکنیم، که مواردی که خیلی مهم است در سرور به شکل کاملا عملی بر شما تشریح شود، بدون از اینکه ویدیو طولانی شود و بخوایم که موضوعات دیگر در بیان بگذاریم، ولی دایرکت ما شما میریم به طرف بحث دی سی پی خود. بس سلسله ویدیو ما شما اینستالیشن ویندوز سرور اگر یادتان باشه انجام دادیم، موردش انجام دادیم، تمام مسائل ها، ولی در این ویدیو هم شاید تکرار شود یک اندازه و پست کانفیگریشن یاش. ولی بریم سر اصل موضوع خود. امروز موضوعی که ما شما آمادگی گرفتیم موضوعی به نام DHCP است. یک موضوع خیلی دلچسب و خیلی کارآمد در داخل شبکه. بچهای و مسئولین کامپیوتر ساینس که در داخل شبکه مصروف کار هستند، اونو خیلی با اصطلاح آشنا هستند و خیلی بلد هستند که دی سی پی چی هست و دی سی پی چی وظیفه داره. این اصطلاح را خوب بلد هستند و کار میکنن. آن میتونن بچهای سیستم ادمین خوب میفهمن. خود DHCP به نام داینامیک هاست کانفیگریشن پروتکل است. قسمی که ما براتون اینجا نوشته کردیم، خود مخفف دی سی پی را براتون نوشته کردیم و گفتیم که سرویس است که دستگاه‌های داخل شبکه را به صورت خودکار اطلاعات شبکه را میدهد. این چی معنی؟ ما در داخل یک شبکه هستیم. شما فرض بکنید ما یک شبکه داریم که تقریبا در حدود 10 الی 20 کارمند است، یا فرض کنید 50 کارمند است. اگر ما بریم به صورت انفرادی به هر کدام از این ما آی پی اساین بکنیم، ما یک آی پی استاتیک داریم، یک آی پی داینامیک. داینامیک اینمی است، دی سی پی را به نام داینامیک میگن. استاتیک است که ما خودمون میتونیم اساین بکنیم برش آی پی. میریم در قسمت نتورک ما و بخش استاتیک آی پی از داینامیک به استاتیک میکنیم و میتونیم آی پی برش اساین بکنیم. او آی پی اساین میکنیم. فرض کنین 50 پای کامپیوتر است. اگر یک دو پای کامپیوتر باشه خب میگی برو مشکل نیست، یک دو پای کامپیوتر ما اساین میکنیم. برش چی میکنیم؟ آی پی اساین میکنیم. و ما با هر پای کامپیوتر مجبور هستیم آی پی آدرس، ساب نت ماسک، دیفالت گیتوی، دی ان اس نیم اساین بکنیم. فرض کنین یکی از یاد ما میره زنگ میزنیم بخش شبکه خدا خو چی بود، ما چی اساین بکنم. این بسیار خیلی جنجالی میشه. در دنیای بخش شبکه و در بخش سرور یک اصطلاحی به نام ما داینامیک هاست کانفیگریشن پروتکل. این چی کار انجام میده؟ این اطلاعاتی که شما اینجا میبینین، این اطلاعات بر کامپیوتر به شکل اتوماتیک اساین میکنه، خودکار. نیاز نیست که شما پشت پای 50 پای کامپیوتر برین بشینن استاتیک آی پی بدین. اینمی آی پی و ساب نت ماسک و دیفالت گیتوی و دی ان اس به شکل اتومات چی میکنه برش؟ سرویس میگن. این که چی رقم میره ما شما بعداً کار میکنیم. این که دی ان اس چی است این را ما شما یک ویدیو جداگانه به سلسله ویدیوهای خود میریم. خب هدف از چی است؟ ببینید ما اینجا هدفش رو نوشته کردیم. هدف اساسی از این دی سی پی ما شما چه میگه؟ جلوگیری از تنظیم دستی آی بی و کاهش خطا در شبکه. راست میگه. از وقت ما شما را میگیره اگه استاتیک این کار انجام بدیم، استاتیک بدیم، ولی اگر داینامیک این کار انجام بدیم میگه جلوگیری میکنه از اینکه ما دستی کار انجام بدیم، یعنی استاتیک ما شما این کار انجام بدیم و کاهش خطا در شبکه. راست میگه. وقتی که ما شما در داخل یک شبکه کار میکنیم هیچ امکان نداره که بچهای بخش سپورت ما وقتی که میره در پشت کامپیوتر از او آی پی اساین میکنه دی ان اس غلط بکنه، دی سی پی را ساب نت ماسک غلط بکنه، نتونه ساب نت ماسک درست بده، او کامپیوتر ارتباط نمیگیره. وقتی یکی از اینا غلط باشه ارتباط نمیگیره، آی پی غلط باشه، ساب نت ماسک دوی غلط باشه ارتباط نمیگیره به هیچ صورت. این جلوگیری میکنه. خب خود میگه دی سی پی وظیفه چی است؟ میگه خود دی سی پی سرور وظیفه داره که به صورت اتوماتیک به کلاینت های شبکه چی بکنه؟ آدرس آی پی و تنظیم شبکه اختصاص بده. یعنی آی پی میدم مثل که ما شما پیشتر کار بکنیم. موضوع دوم برای ما شما چی است؟ چرا دی سی پی مهم است؟ قبل از دی سی پی ما شما چی میکنیم؟ تنظیم آی پی دستی، احتمال تداخل آی پی، وقت گیر. این سه کار انجام برای ما میده اگر ما دی سی پی را فعال نکنیم در یک شبکه. بچه‌ای که گفتم در بخش شبکه هستین شما خوب میفهمید که دی سی پی چقدر اهمیت داره. ولی بچه‌ای که نو میان باید بفهمن که دی سی پی خیلی اهمیت زیاد داره.
یعنی شما اگه سیستم ادمین باشین در یک شبکه دی سی پی شما برش اساین بکنین، دی سی پی نداشته باشین خیلی کارتون با مشکل برمیخوره. که شبکه داشته باشین، البته نتورک داشته باشین، خیلی با مشکل برمیخورین. ولی دی سی پی را شما باید اساین بکنین، در یک شبکه باید کانفیگریشن بکنین و دیپلای بکنین. ولی اگر بعد از اینکه دی سی پی را اساین کردیم چیکار انجام میشه؟ تنظیم خودکار میشه، مدیریت آسان میشه، شبکه پایدار میشه، خیلی استاندارد میشه شبکهتون. خب بعد از او بریم. خب امی فرض کنین یک آی پی ما چی کردیم؟ امی دی سی پی کانفیگریشن شد. وقتی که دی سی پی کانفیگریشن شد، کلاینت آماده است، کامپیوتر آماده است. وقتی که دی سی پی آماده شد با هم دیگه ارتباط میگیرن. امی کامپیوتر کس با دی سی پی چی میکنه؟ یک دورا میکنه. دورا به معنی چی میکنه؟ ما اینجا گفتیم دیسکاور میکنه، آفر میکنه، ریکوست میکنه، اکنالجمنت میکنه. یعنی چه قسم؟ وقتی که کلاینت میخواد به کامپیوتر وصل شوه، اولین کاری چی میکنه؟ دیسکاور میکنه، میپاله. کلاینت چی میکنه؟ میپاله. میپاله به معنی چی؟ که در کجاست دی سی پی ما؟ آیا سرور دی سی پی در این نتورک ما سرور دی سی پی هست یا نه؟ اگر بود دیسکاور پیداش میکنه. که داشت بعد از چی میکنه؟ از سرور آفر میکنه. آفر چی میکنه؟ آی پی میخواد درخواست میکنه. خب میگم من فهم پیدا کردم که یک سرور دی سی پی از مثلا با آی پی فلانی در نتورک ما است. حالا از چی میکنم؟ درخواست میکنم که آی پی برام بده. آی پی وقت این آی پی آفر میکنه، سرور میگه که آفر کو به من. بعد از چی میکنه؟ ریکوست. کلاینت چی میکنه؟ ریکوست کنه میره که برادر ما چی نیاز دارم؟ آی پی نیاز دارم. بعد از اینکه آی پی وقتی که سرور پیشش رسید، کلاینت متوجه شد که کلاینت من نیاز به آی پی داره، اتومات برش میکنه، ثبت میکنه و از آی پی برش انتقال میکنه که آی پی بگیره. یعنی دورا را انجام میده. خب این موضوع از بود که عملی ما شما کار میکنیم. موضوع کار عملی شما می است. خب بریم ما شما سر کار عملی این موضوعات ما شما چی کردیم؟ یاد گرفتیم که دی سی پی چی است. بسیار شارکت و خلاصه ما برای شما تعریف کردم که دی سی پی چی است. بریم سر کار عملی ما شما که خود دی سی پی را عملا ما شما کار بکنیم در یک سناریویی که در ویم وی ار خود ما شما آماده کردیم. شما میتونید در کامپیوتر باور دارم که هر کامپیوتر شما داره که بچهای بخش نتورک ما ویم وی ار اینستال کردین. چی کردین؟ ویم وی ار اینستال کردیم و ویندوز سرور دارین. ویندوز سرور که داشته باشین این موارد کلش شما دارین. خب ما در سناریوی خود یک ویندوز سرور 2016 در نظر گرفتیم همراه یک ویندوز 10. خب این کلاینت یک کلاینت در نظر گرفتیم، یک ویندوز. ما یک با دیفالت یک ویندوز سرور داریم که شما میتونید چی رقم اینستال کنیم. موضوعات شما میفهمید که در ویم وی ار چی رقم ما شما یک ویندوز سرور اینستال بکنیم، یک ویندوز 10 اینستال بکنیم. ان شاء الله اگه کدام مشکل داشتین میتونید در کامنت هر موضوعی که بود نوشته بکنین. من ان شاء الله کوشش میکنم هر موضوعی که بود براتون جواب بدم مفصل، یا اگر شد براتون ویدیو آماده بکنم، یا کدام درباره کدام موضوع میخواستین که براتون ویدیو آماده بکنم شما در کامنت نوشته بکنین. زیر این ویدیو در قسمت دسکریپشن و در بخش کامنت شما میتونید این موضوعات را کلش نوشته بکنین. بریم سر موضوع خود. خب در قسمت ما سر کار ما اول با چی است؟ با ویندوز سرور است. ما یک کلاینت داریم رو بعداً ما سر امروزی کار داریم. فرض کنید در شبکه ما بیشتر از 100 پای کامپیوتر است. خب 100 پای کامپیوتر نیاز به چی داره؟ دی سی پی داره. بریم با شما یک ویندوز سرور. ما یک ویندوز سرور فرش اینستال کردیم. هیچ چیز در داخل خود نداره. متوجه هستین؟ هیچ فیوچر ما شما اینستال نکردیم. اولین کاری که انجام میدیم ما شما پست کانفیگریشن خودمون یک تکرار میکنیم. ببینیم که می پست کانفیگریشن ما در کجا رسیده. خب ببینید که بر ما شما که هیچ تنظیمات صورت نگرفته در این سرور، نام نداره، کل هیچ موضوع دیگه نداره. اولین کاری که ما شما چی میکنیم؟ میره یک نام میدیم. من منظم بر ما شما معلوم شده که این سرور ما چیه. همین نامش رو میبریم DHCP-server. چی گفتین؟ شما خوبش نشد؟ DHCP سرور. اوکیش میکنیم. یس میگیم. کلوز میکنیم. میگم نه در نیاز داریم، پسند نیاز داریم. خب دیگه موردی که بسیار مهم است، این خود موضوعات رو میفهمید که پست کانفیگریشن چه رقم انجام بدین. آی پی است. ما از قبل ببینین آی پی دادیم براش اساین کردیم. ای پی ما با ویم وی ار ما ارتباط گرفته که ما یک اینترنت بسیار مشخص براش آماده کردیم که بتونه با کامپیوتر ما ارتباط بگیره. شما با دیفالت میفهمید دیگه در داخل شبکه که یک ویلن باید باشن که آی پی بگیرن. ویلنای مختلف از آی پی نمیگیره، مجبور هستیم باز برای اینتر ویلن و موضوعات دیگه. چی میگن؟ یک آی پی برش میدین. ما آی پی اساین کردیم. ببین در قسمت پراپرتیز ما در قسمت اینترنت ببینید یک آی پی ما برای چی کردیم؟ اساین کردیم. آی پی آدرس ما چی است؟ چرا اساین میکنیم به سرور؟ استاندارد و قانون سروری است که باید خود سرور چی باشه؟ استاتیک باشه. دی سی پی به هیچ عنوان باید نباشه. شما باید با دیفالت به سرور خود چی بدین؟ یک آی پی استاتیک اساین بکنید.
خب ما اساین کردیم 3 را اساین کردیم ما سابمیت ماسک 255 خب من رو اوکی میکنم یا اوکی. خب چی کار انجام میدم؟ اول متوجه شدین که یک چیز نگرفته، نام نگرفته، بیاین یک ریستارت میکنیم منظم شود کار ما. شما دیگه تنظیمات ما کار نداره، میریم دایرکت سر دی سی پی خود چی میکنیم؟ یک ریستارتی انجام میدیم. یک ریستارت انجام میدیم که این سرور ما کمتر نیم خود چنج بکنه، سرور نیم خود بگیره. بعد از او باز میریم سر پارت بعدی خود. دوستان موضوع دی سی پی خیلی مهم است، توجه داشته باشین که موضوع را حتما دیپلای بکنین. براتون بچه سیستم ادمین باید این موضوع را خوب بفهمن چون خیلی مهم است و کارش بسیار زیاد است. بعد از این موضوع انشالله نصیب داریم موضوع اکتیو دایرکتری و دومین بخیر کار بکنیم. یک دومین ایجاد میکنیم و بعد از دومین خود ما شما اکتیو دایرکتری ایجاد میکنیم، یوزرها جور میکنیم، باز جوین دومین میکنیم کامپیوتر خود. بعد از اون پالیسی ها و به ترتیب باز WDS و WCS کار میکنیم که ویندوز سرور یاره بشه. بسیار موضوعات های مفید انشالله پلان گرفتیم، برنامه گرفتیم که سریس تمام بکنیم. خب کامپیوتر ما شما چی شد؟ ریستارت شد. بریم اول ببینیم کامپیوتر ما چند شده. بله کامپیوتر ما شما چی شده؟ دی سی پی سرور با اور گروپ یا کار نداریم چون بعدا موضوع بعدی ما شماست. خب چی میکنیم؟ ما شما دو مرحله انجام دادیم، کامپیوتر ما چنج کردیم، آی پی دادیم، بریم سر مرحله چی؟ ما شما یک رول ایجاد میکنیم. خب اما دیفالت میتونم ما از قسمت بسیار سیمپل ساده میتونم از بخش داشبوردم بیایم اینجا بگیم add rule and features، یا میتونم در قسمت منیج بیایم بگیم add rule and feature. هر دوش هیچ کدوم متفاوت نداره، بیا از طریق انجام میدیم. وقتی کلیک میکنن خب یک قبل از شروع برات یک معلومات داده اینو مطالعه بکنین. بعد از اون نکست میگیم بله من رول بیس میخوایم اینستال بکنم. خب اینجا بای دیفالت سرچ میکنه کدام سرورت است، میگه بای دیفالت با این آی پی آدرس ایدیام ویندوز سرور دیتا سنتر نام شما است کامپیوتر. ما بله میگم اینمی سرورم است، ما دینمی میخوایم که فیوچر اینستال بکنم، مشکل نیست. نکست میگیمش. بعد از نکست کردیم در مرحله بسیار مهم آمدیم. اینجا از من تقاضا میکنم کدام فیوچر تو باید اینستال بکنی، اینستال میخوای بکنی. خب ما فیوچر که میخوان دنبالش هستم چیه؟ دی اچ سی پی اس میگردیم بله دی سی پی این اینجاست. چی میکنیم؟ میره تک مارک میکنیم. تک مارک کردیم برام میگه که وقتی فیوچر دی سی پی رو تو اینستال میکنی این دو مورد دیگه برات اضافه میشه، مشکل نیست. اد میگم فیوچر. وقتی اد کردم در این قسمت بعد از چی میکنم؟ نکست میگم. بعد میگه آیا امروی فیوچر که رول که میخوای اینستال بکنی کدام فیوچر؟ رول با فیوچر تفاوت داره، متوجه باشین. میگه دی سی پی را که تو رول که میخوای اینستال بکنی فیوچرهای خودم کرش میخوای کدام فیوچر رو امروش اینستال بکنی. ما میگم برای دی سی پی من نیاز نیست که ما فیوچر اینستال بکنیم، ما باز بعدا با شما میخوانیم کدام فیوچر ها نیاز است. میگم نکست و بعد میگه بعد از اینکه اینستالیشن تکمیل شد ریستارت انجام بدم. میگم اگر نیاز شد ریستارت انجام بده. یس میگم شید تک مارک میکنم. میگم میره اینستال بکن. چی میکنم؟ اینستال کلیک میکنم. یک چند لحظه وقت تا نمیگیره اینستالیشن شروع میشه و اینستالیشن که شروع شد اینجا برای چی میکنه؟ دی سی پی تمام شد. اون اینستالیشن هم شروع شد نه دی سی پی تمام میشه. یک چند لحظه وقت تا نمیگیره که اینستالیشن تمام شوه و خاطر منتظر باشید. بله تمام شد اینستالیشن ما. دیگه چی میکنم؟ میره کلوز میکنم. کلوز کردم میشه یک علامه زرد است. باید دیگه کلیک بکنید. سریع کلیک میکنم میگه کامپلیت دی سی پی کانفیگریشن. بله بالا از کلیک میکنم اینو بالا میگیرم. اینجا چی میکنم؟ بله میام قبول تاییدش میکنم. چی شد؟ دن اینستالیشن دی سی پی شما موفقانه تکمیل شد. کلوزش میکنم. اینجا میبینید اگر رول آمد بر شما رول دی اچ سی پی آمد. خب
ام میتونم از این قسمت برم داخل دی سی پی، ام میتونم در قسمت تولز بیایم، اینجا که تولز هم دی سی پی نشد. من کلیک میکنم بالا دی سی پی. بالا دی سی پی که کلیک کردم سفر کلان میکنم، بای دیفالت بر ما وقت اینجا دی سی پی آمد. بالا از وقتی کلیک میکنم یکی آی پی وی 4 دارم، یکی آی پی وی 6. وی 6 مروج شده، دنیا به طرف وی 6 روان است. قولی من داخل شبکه خود از آی پی وی 4 استفاده میکنم. بالا از کلیک میکنم، بای دیفالت ببینید از قبل ما یک اسکوپ جور کردیم. من چی میکنم؟ رایت کلیک دیلیت. یس. خب وقتی آی پی 4 کلیک کنید سه دانه چیز از شما، یک سرور آپشن داره، پالیسی داره، فیلتر داره که الاو دینای است. خب اینا رو کار شما شروع میشه. ما میخوایم که یک اسکوپ ایجاد بکنم. ما وقتی که دی سی پی رو ایجاد کردم ما باید ویلنای مختلف ما اگه شبکه ما ویلنای مختلف داشت، هر ویلن ما میخواد آی پی ای مختلف داشته باشه، ما باید اینجا چی باید انجام بدم؟ ویلنای مختلف براش آی پی اساین بکنم، رنج آی پی اساین بکنم. اینجا بخش سبنتینگ است. اینا رو اینجا باز آی پی سبنتینگ ما شما یک آی پی رو میگیریم، سبنت میگیریم که یک شبکه ما چند کلاینت داریم، او رو /24 و /23 و /16 میگیریم که به اون تعداد آی پی براشون اساین شود. خب شبکه ما خرد است، در حدود 200 یا 150 این مقدار /24 میگیرم. بای دیفالت آی پی که اساین میکنم. ببینم اینجا یک آی پی دارم، از این رنج استفاده میکنم چون در بخش تستینگ هستم. باز شما میتونید هر رنج آی پی خواسته باشین اساین بکنید. من میبینم 10 3 دارم. من اینجا میرم آی پی رو چی میکنم؟ اساین میکنم برای کلاینتم اساین شود. میام سر آی پی وی 4 چی میکنم؟ چپ کلیک میگم نیو اسکوپ، اینجا میگم نکست، اینجا میگم یک نام برش میدم. من برش میگم ویلن 10. دیسکریپشن میگم تست. هر چی که شما مونده میتونیم بگین، یا میگیم بیاین HR. آی پی ای اسکوپ کسان میکنم برای 4 است. ما با دیفالت بسته شبکه یک دونه ویلن دارم که بخش 4 است. ما اینو فقط ویلن 10 جور میکنم. باز میتونم بعدا ویلن های مختلف ایجاد بکنم. میتونم در ویدیو بعدی همین استپ است، تفاوت نداره. خب ما چی میکنیم؟ این نکست. اینجا از ما میخواد رنج آی پی، میگن رنج مشخص کن. ما میگم 192.168.10.3 برای خودش اساین میگم از 4 استفاده بکن. چه بکن؟ از 4. اندش میگه تا کجا ما برم، یعنی آی پی استارت داره و اند داره. میگه 192.168.10.254. میگم تا 254/24 بلند شد. میگم صحیح است. سمیم ماسکم صحیح. اگر اینجا بگم 23 بود 23 24 از ما /24 است. خب اینجا میگه اکسکلود میکنی نمیکنی یا میتونی کدام یکی از آی پی ها بیاره چی بکنی؟ اکسکلود بکنی از یا میگم نه من یکی از آی پی ها رو نمیخوایم که چی بکنم بیرون بکشم. من باید دیفالت میمونم. اگر کدام آی پی مثلا به سرور انتخاب کرده بدین با کدام آی پی دیگه انتخاب کرده بدین نمیخواستین که آی پی اساین شوه، میتونین از چی بکنین؟ این مثلا مو آی پی را همینجا اساین بکنین. و من نکست میگه دیوریشنش چقدر باشه، بعد از چی مدت باز آی پی از اون کامپیوتر چنج بکنم. ما با دیفالت 8 روز در هفته است که 8 روز مستندل است. شما میتونین یک روز با آی پی چنج شود از اون کامپیوتر، یا هیچ 20 روز با چنج شود، یا یک سال با چنج شود، هیچ مشکل نداره. اینجا میگم نکست. در این قسمت میگه با دیفالت که بعد از اینکه تایید کرده می اسکوپ ها برای ما چی شود؟ اکتیو شود یا اساین فال شود؟ میگم بله. اینجا میگه راوتر. خب شما یک گتوی داشته باشین. من خود در سایه تستینگ هستم، کدام گتوی خاص ندارم. اگر شما داشته باشین میتونین با دیفالت گتوی تان مشخص بسازین که هر آی پی بود مثلا 192.168.1.1 مثلا گتوی است که از خارج میشه. شما با دیفالت در ریل شبکه این رقم است. تو این موضوع رو میفهمین. نکست. در این قسمت میگه DNS. اگه DNS داشته باشین برای دومین DNS تان مشخص میکنم. ما با دیفالت ندارم. ایرا میگم نکست. اینجا میگم اسکوپ من چی بکو؟ اکتیو کن. میگه do you want to active this scope now؟ میگم به همین لحظه میخوای اکتیو کنی یا بعدن؟ اگر نور بگیرم بعدن باز خودم میتونم اکتیو. میگم یس. فینیش. اسکوپ ما دفعتا برام چی شد؟ فال شد. یعنی ببینید اکتیو دیسکریپشنشون هم 4 است. برام فال شد. خب اینا رو بیاین سعی کنین. ما میره فال کردیم. ما در اینجا یک ویندوز 10 دارم. توجه هستین؟ اینجا یک ویندوز چی دارم؟ یک ویندوز 10 دارم. بریم ببینیم که این چیز بزنیم. بیاین یکی پاور آف میکنیم که باز دوباره رن بکنیم. یک ویندوز در ایران استارت میکنم. یس. خب اینجا ببینین در قسمت وقتی کایپی میم
وقت برای چی اساین کرده؟ چرا اساین کرده؟ که یک دانه دمی رنج هست. اینجا بیایم ببینیم ایناره. من اینا رو چی میکنم؟ یک کار انجام میدم اینجا. من اینجا میایم اینی رو چی میکنم؟ اینجا چی میکنم؟ پیشتر است. اینو دیلیت میکنم. دیلیت میکنم. میایم با دیفالت آی پی برام بده. چون من یک کلاینت هست، سناریو کلاینت میره درا میکنه انجام میده، میره تقاضا میکنه که آی پی بگیره. از کجا؟ از ویندوز سرور ما. اینا بریم ببینیم که میگیره آی پی یا نمیگیره. بله. ویندوز 10 ما اپ شد. بریم چی بکنیم؟ ببینیم که آی پی برش اساین میشه یا نمیشه. چند لحظه منتظر باشیم که آی پی برش اساین شوه. ببینیم که آی پی از سرور مبارزی آی پی اساین میشه یا نمیشه. خب در قسمت اینجا سر چپ کلک، در قسمت اوپن نتورک در اینجا که آمدیم، چون یا در یک ویلن هستن اتومات باید آی پی گرفته باشه. در قسمت چنج ادپتر آپشن در قسمت اینترنت ما اوکیش میکنیم. بله میبینین 192 168 داد 4 گرفت. 4 گرفت چون ما اینجا اساین داریم. بیایم ببینیم اینجا که آی پی استاتیک نباشه. می که تی سی پی گرفته واقعا. بله میبینید که آی پی استاتیک ما نداریم. با دیفالت آی پی از کجا گرفته؟ از دی سی پی ما گرفته. که اینجا اگه بیاین شما اینجا میبینین اینه آی پی وی 4 دی سی پی سرور 172.192.168.10.3. ای آی پی چی است؟ آی پی سرور دی سی پی ماست که با دیفالت آی پی که خودش گرفته 192.168.10.4. خب بریم اینا رو سرور خود ببینیم. در سرور ما می آمده یا نامده. اینجا ببینید با دیفالت هیچ چیز نیست. وقتی یک چپ کلیک سرش میکنم، اینجا یک چپ کلیک کنین، یک ریفرش بزنین، بله اتومات چی کرد؟ آی پی گرفت. آی پی نام شما من کمپیوتر نیم شما اومد، آی پی شما اومد، مکمل تایپ شما دی سی پی آی پی گرفت. متوجه هستین؟ بسیار با سادگی با آسانی تونستیم ما دی سی پی سرور شما چی کنیم؟ کانفیگریشن بکنیم، کلاینت ما رو وصل بکنیم. کلاینت که وصل شد اتومات آی پی گرفت از سرور ما، سرور ما رو شناخت و هر چقدر کلاینت دیگه که باشه در این سرور ما رو وصل بکنیم. آی پی میگیره تا 254 نفر تا 253 کلاینت آی پی برش توزیع میکنه چون سلش 24 است. دیگه نمیخوایم که ویدیو زیاد طولانی شود دوستای عزیز. امیدوارم که یاد گرفته باشین و ای بود موضوعی که برای شما ترتیب کردیم در هی هفته. امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشد. تا دیدار بعد و تا ویدیوی کاملا جدید شما رو میسپارم به الله پاک. شاد و موفق و کامگار باشین. ویدیو ما رو سابسکرایب و لایک و کامنت بدین. هر سوال دارین در قسمت کامنت اشتراک کنین. برادر کوچکتان براتون جواب میده. خدا نگهدار دوستای عزیز.